خیلی ناراحتم که سردار بزرگ ایران قاسم سلیمانی به فرماندهان حماس فقط یک چمدان دلار 22 میلیون دلاری داده. خیلی از این بابت خانم علی‌نژاد من ناراحتم. خیلی بیشتر از اینا ما باید به این عزیزان و به این یادگاران هخامنشی، به این افرادی که همیشه جانشون سپر ایران مرکزی بوده، خیلی کم پول دادیم. خیلی بیشتر از اینا ما مدیون مردم غزه هستیم. خیلی بیشتر از اینا ما باید علاوه تمدنی و علاوه امنیتی به مردم غزه میتونستیم کمک کنیم. 22 میلیون دلار برای اینقدر ما پول کمی دادیم به مردم غزه و مردم غزه با توجه به این محاصره عجیبی که دارن از همه سو محاصره شدن و حتی از سمت آب، سه طرف که اینا خشکی محاصرن و از سمت آب هم اینا محاصرن. ما با این توجه به این مسئله محاصره اینا ما اینقدر کم به این عزیزان پول دادیم. 22 میلیون دلار خانم علی‌نژاد برای من شرم‌آوره. ما باید فرش زیر پامون رو بفروشیم به مردم غزه. 22 میلیون دلار خرج همین کودکان ایران شده که داده شده به غزه. چرا؟ چون مقاومت غزه و مقاومت حزب الله باعث شده که امروز آمریکا دست و دلش بلرزه که با ما وارد یک جنگ تمام عیار نظامی بشه. امروز ما خط مقدممون رو در غزه و در لبنان نگه داشتیم. من به عنوان یک ایرانی شرمنده مردم غزه هستم که بیشتر از 22 میلیون دلار نتونستیم تو این زمینه‌ها کمک کنیم. وظیفه ایرانی‌ها اینه که پول جمع کنن به مردم غزه و به مردم لبنان برسونن که خط مقدم جنگ در اونجا بمونه.